قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وللحاضرين والسامعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. التوبة. الأول، التوبة عبادة من أجل العبادات، تكفر السيئات وترفع الدرجات، ولا يكمل عبد ولا يحصل له كمال قرب من الله إلا بها. قال ابن القيم رحمه الله: أكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد. و از موضوعات مهمی که برای طالب علم مهم است در آداب طلب العلم، این توبه کردن به سوی الله عز و جل توبه است. این توبه کردن به سوی الله عز و جل است. در حقیقت این خیلی یک نعمت عظیم و بزرگ است. وقتی که انسان توبه میکند و رجوع میکند به سوی الله عز و جل، الله عز و جل خیلی از این بندش خوشحال میشود و سرور و خوشحالی برای الله عز و جل میآید. وقتی بنده ای که توبه و استغفار میکند و رجوع میکند، و در حقیقت توبه کردن این اعتراف بر گناه و نقص و عیب و کمبودی در خود انسان است، و این نشانه و علامت تواضع بدن این شخص را نشان میدهد. نشانه و علامت تواضع بدن این شخص را نشان میدهد، و این ضد این تکبر است. در حقیقت انسان های متکبر توبه نمیکنند، چون که انسان متکبر دعا نمیکند. از این خاطر انسان متکبر توبه و رجوع و دعا کردن و آمرزش طلب کردن از الله عزوجل برای گناهاش و معصیتش، برای نقص و عیب و گناهی که در نفس خودش دارد، انسان متکبر این عمل انجام نمیدهد. و اما انسان متواضع همیشه خودش را ناقص میشمارد و میدوند که در من عیب است و کمبودی است، و همین سبب میشود که دعا بکند و استغفار بکند و توبه بکند به سوی الله عز و جل. چون که صاحب کتاب میفرماید که التوبه عبادة من اجل العبادات، توبه یک عبادت است. توبه خودش این عبادت از بزرگترین عبادت هاست. تکفر السیئات و ترفع الدرجات، که توبه سیئات را، بدی ها را از بین میبرد و ترفع الدرجات، و درجات انسان چکار میکند؟ بالا میکند. این خودش دلالت بر عظمت و بزرگی همین عبادت میکند که گناه ها بخشیده میشوند و پیش الله عزوجل منزلت و جایگاه پیدا میکند. شما نگاه کنید صحابه کرام رضی الله تعالی علیهم اجمعین چگونه بودند. حتی کسانی بودند که در زمان قبل از اینکه اسلام بیاید هیچ قدر و منزلت نداشتند، و حتی عده از اونها مانند عمار و یاسیر و سمیه و خباب و امثال این صحابه، بلال، یعنی کسانی بودند که از دست همون سیدای خودشان مورد ظلم و ستم میشیدند و هیچ جایگاهی نداشتند، هیچ قدر و منزلتی نداشتند. دیگه وقتی که این افراد توبه میکنن و اسلام میپذیرند و قبول میکنن، ببینید چقدر جایگاه و منزلت پیدا میکنن. خب بلال که صدای کفشش از آسمان ها شنیده میشود، و همچنین عمار و یاسیر و سمیه و دیگر از صحابه ای که اونها در حقیقت قبل از اینکه اسلام بیاد هیچ جایگاه و هیچ منزلتی نداشتند، لیکن با آمدن اسلام چقدر جایگاه پیدا کردن. و الله عزوجل گناه ها را می آمرزد وقتی که انسان توبه میکند و رجوع میکند، چون که الله فرمود فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفور رحیم و من تاب و آمن و عمل صالحا فانه یتوب الی الله متابا. هر کسی توبه میکند الله به سوی او برمیگردد. هر کسی که رجوع میکنه به سوی الله به سوی او رجوع میکنه، توبه او را میپذیرد. و اینقدر انسان در حقیقت گناه و معصیت میکند. ببین انسان چقدر
انسان ظلوما جهول است، اینقدر گناه و معصیت میکند ولیکن بازم دستش میبرد و توبه میکند، الله عزوجل او را میپذیرد و خوشحال میشود از بنده ای که توبه میکند. اما متاسفانه بسیاری از انسان ها هستند که این فرصت خیلی عظیم و بزرگ اینها از دست میدهند و میگن که الان توبه نمیکنیم یا بعدا ولی جوان هستیم ولی گناه و معصیت بکنیم. ببینید که مرگ میآید و هیچ فرصتی برای اونها برای توبه کردن نمیدهد، هیچ فرصتی برایشان نمیدهد. و یا اینکه توبه را میگذارند، تأخیر میکنند در توبه و این خیلی از قساوت قلب است که نفر بیاد توبه را به تأخیر بگذارد. آیا مگر انسان اجازت میدهد که لباسش اگر چرکین بشود او را بگذارد باید که من یک ماه بعد او را میشویم؟ آیا اذن و اجازت میدهد؟ آیا راضی میشود؟ هرگز راضی نمیشود. شرم میکند از رفیقا و دوستاش که چگونه میگه مرا با این لباسی یا لباس سفید بپوشی و او چرکین بشود و باز او را نکشی، همینطور بیسی بگو که من یک ماه بعد ایرا من میشویم. آیا اجازت میدهد؟ آیا راضی میشود؟ به همین راضی نمیشود. پس وقتی که به یک لباس وقتی که انسان راضی نمیشود، به یک لباسی که در حالی که چرکین باشد راضی نمیشود به خاطر اینکه میشرمد از رفیق و دوستای نزدیکش، پس چی برسد به اون قلبی که اون قلب پر از گناه و معصیت است؟ اون قلب پر از گناه و معصیت است، حقد، کینه و حسد، بخل و دیگر امراض و مریضی‌هایی که در اون داخل است، محبت، معصیت و گناه. بعضی انسان‌ها هستند که الله المستعان یحب المعصیه، معصیت چکار میکنن؟ دوست می‌دارن. به این معنی که اینه که هر وقتی که فرصت بیاید گناه و معصیت میکنند، هر وقتی که فرصت بیاید گناه و معصیت، وقت آرزو میکنند در خیالش در فکرش برای گناه و معصیت کردن. این خیلی گناه خیلی عظیم و بزرگ است که انسان دوست بدارد معصیت و گناه را. و وقتی که انسان اجازه نمیدهد که در بدنش یک لباسی باشد ظاهر باشد و او به تأخیر نمیگذارد برای پاک کردن و تازه کردنش، پس باید به طور اولا وقتی که قلبش گناه و معصیت است، وقتی که نافرمانی الله عزوجل کرده است، پس باید که اجازه ندهد، باید که راضی نباشد این قلبش پیش الله عزوجل دارای گناه و معصیت و چرکینی و جزیری و کثافت باشد. چگونه که از یک رفیق و دوست میشرمی، از الله عزوجل باید به طور اولا باید که بشرمی، حیا بکنی که چگونه با این قلب به نماز حاضر میشه. بسیار جای تعجب است چگونه با این قلب گناه و معصیت پیش الله عزوجل دعا میکنی، دست میبرداری، چگونه از الله عزوجل ناشرمیدن طلب میکنی که الله مرا کمک و فلان کارا بکن، در حالی که قلبت پر از گناه و معصیت است، در حالی که قلبت پر از گناه و معصیت است. از این خاطر باید که اول این قلبت را خالی کنی از تمام گناه و معصیت، این قلبت را خالی کنی از تمام گناه و معصیت و هیچ وقت اجازه ندهی که تأخیر بکنی، هیچ وقت اجازه ندهی که تأخیر بکنی در توبه و استغفار، زیرا یک نعمت خیلی عظیم و بزرگ است. با این توبه بسیاری درها برایت گشوده میشوند، بسیاری درها برایت گشوده میشوند و به الله عزوجل نزدیک میشوی و از محبوب الله عزوجل قرار بگیری با توبه کردن، با اینکه رو پشیمان میشوی و با اینکه بر اون گناهی که استمرار نمیکنی، استغفار میکنی، از الله عزوجل آمرزش میخوای، توبه میکنی، رجوع میکنی صادقانه، که البته شروط توبه است. شروط توبه این است که انسان باید که عزم و اراده بکند اینکه این گناه و معصیت انجام ندهد. شروط توبه این است که انسان عزم و اراده بکند اینکه این گناه و معصیت را انجام ندهد. و توبه است و دیگه عزم است و ندامت است و پشیمانی است. توبه میکنی، دوم پشیمان میشی از کاری که هستی. اگر پشیمان نباشی همین طور که الله مرا ببخش، توبت قبول است؟ قبول نیست. باید که چی بشوی؟ پشیمان بشی، ندامت، پشیمانی، اینکه چرا من این کارو کردم، نباید این کارو میکردم، نباید من این کارو میکردم. این شایسته نیست در حق یک طالب علم که کارو بکند. من نباید که یک نفر ناراحت بکنم، نباید که من اذیت بکنم، نباید که طالب علم من گناه و اذیت بکنم. این چیز این ندامت است، پشیمانی است. و سوم عزم و اراده میکنی اینکه گناه و معصیت را انجام نمیدهی و الا اگر توبه کردی پشیمان میشی، اما در نیتت باز ای باشه که من با فردا یا یک روزی دیگر با گناه و معصیت میکنم، پس بدون که اگر 100 بارم استغفار بکنی، توبه بکنی، توبت قبول نیست. سوم این است که باید عزم و اراده بکنی که دوباره وارد این گناه و معصیت نمیشه. اگر مبادا با این 3 تا شروط یا رعایت کردی، عزم اراده کردی که من این کار انجام نمیدم، اگر شیطان در لغزش داد
و مرتکب گناه شدی، باز دوباره فورا چیکار کن؟ استغفار کن. در رکعت نماز بخوان، توبه بکن. اللهم انت ربی. سید الاستغفار. کی میدونه داره سید الاستغفار داره؟ سید الاستغفار. کنیم گوش. اللهم انت ربی. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي واغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بله. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك. من بنده تو هم بر عهد تو هستم. ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابو لك بنعمتك علي و ابو بذنبي. اعتراف میکنم به اون نعمتایی که الله تو برای من ارزانی کرده هستی. و ابو بذنبي و من اعتراف میکنم بر گناه و معصیتم. انسان باید اعتراف بکند و پشیمان بشه بر گناه و معصیتش. اعتراف بکند. اگر اعتراف نکنی و مانند همون بیماری هست که میرود پیش دکتر، میگه برای چی اومدی؟ میگه هیچ. اگه بیمار است میگه نه مسوز. خب کی اومدی؟ یعنی باید اعتراف بکنی که من این مشکلات دارم. باید اعتراف کنی من این نقصای کمبودیت دارم. باید فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. الله مرا بیامرز، زیرا گناههای مرا نمیآمرزد مگر فقط تنها تو هستی. میگن سید الاستغفار. و انسان مرتکب گناه میشود، میآید استغفار میکرد و در رکعت نماز میخواند و استغفار میکرد، دعا میخواند، الله عزوجل میآمرزد. و الا اگر توبه نکرد چی میشود؟ استغفار نکرد، در قلبش یک سیاهی دیگر گذاشته میشود و این سیاهی ها جمع میشوند. اون وقت قلبش کلا بل ران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون. یک نقطه سیاه گذاشته میشود، باز نقطه بالای نقطه سیاهی بالای سیاهی بالای سیاهی الی آخری میشود. قلبش کلا سیاه میشود. دیگه اون وقت پند متوجه نمیشود، از آیات الله عزوجل متاثر نمیشود، از کلام رسول صلی الله علیه و سلم متاثر نمیشود، پند نمیگیرد ولو اینکه بهترین پند دهنده براش میاد و قلبش سخت میشود، قساوت به قلبش میاد و حتی تو جای قلب سخت میشود که از سنگ هم چه میشود؟ سخت‌تر از سنگ میشود. سخت‌تر از سنگ میشود، در حالی که سنگ الله میگه و ان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار. بعضی از سنگ‌ها هستند که از بین اونها آب خارج میشود. لیکن قلب انسان به سبب گناه و معصیت و توبه نکردن و رجوع نکردن اینقدر سخت میشود که حتی از همین سنگ هم سخت‌تر میشود. حتی چی الله میگه بعضی سنگ‌ها هستند که از اونها حتی نرم هستند، یعنی از همین قلب نرم هستند که از او آب بیرون میشود، از اون نهر بیرون میشود، از اون چشمه بیرون میشود، از نرمیش دیده. نه که بعضی قلب‌ها هستند که حتی از این هم سخت است، مگر همین قلب انسان سخت نیست که الله میفرماید که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة الله. اگر ما این قرآن نازل میکردیم بر کوه بین قدر سخت است، از ترس و از عظمت و بزرگی پیام الله عز وجل چه میشید؟ تیکه تیکه میشید همین کوه. و اینا میگم ما بیان میکنیم باشد که برای انسان‌ها تو اینکه تفکر و اندیشه بکنن. حالا ببین همین قلب نمیپذیرد، همین قلب سخت میشد، مثل قلب ابو جهل، ابو لهب و ابن خلف، عتبه، شیبه، امثال این قدر سخت که این موعظه پند نمیگیرن. آیا موعظه کننده اگه مشکل دارد؟ نه، رسول صلی الله علیه و سلم است. بعضی وقتا میگه که موعظه کننده پند دهنده اگه مشکل دارد، همون کلام الله عز وجل بیان میکنه. ولیکن مشکل در چی است؟ مشکل در اون طرف مقابل، در قلوب طرف مقابل است. از این خاطر که دعا است اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع و من قلب لا يخشع و من قلب لا يخشع. پناه میبرم به سوی الله عز وجل از علمی که نفع نباشد و از اون قلبی که نترسد. الم یعنی الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیا وقت نرسید است، آیا زمانی نآمد است که این قلب نرم بشود و بترسد از ذکر الله عز وجل، از یاد الله عز وجل؟ الم یعنی الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق و ما نزل من الحق. از این کلام الله عز وجل، از این سخن الله عز وجل قلبش بترسد. آیا وقتی آن رسید است؟ از این خاطر یعنی پس باید که از الله عز وجل پناه بریم از اون قلبی که لا یخشع، نمیترسد و در اون ترس نیست، خوف نیست، بسبب گناه و معصیت چیزی است، سختی براشون است. از این خاطر شروط توبه سوم نیست که انسان عزم و اراده بکند اینکه دوباره وارد اون گناه نشود. بله و ترفع الدرجات ولا يكمل عبد ولا يحصل له كمال قرب من الله الا بها. بنده کامل نمیشود و کمالیت و قرب از جانب الله عز وجل به دست نمیآورد، حاصل نمیکند و براش حاصل نمیشود الا بها، مگر به توسط توبه. به توسط توبه
قال ابن القيم رحمه الله: أكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها. ابن القيم این خیلی سخنی عظیم است که میفرماد که بیشتر مردم نمیفهمند قدر و منزلت و جایگاه توبه رو و حقیقت توبه رو هم نمیفهمند. در حقیقت توبه به الله نزدیک شدن است، رابطت به الله قوی شدن است. حقیقت توبه. الثانية التوبة سبب الفلاح. قال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الآية. قال ابن القيم رحمه الله: ويغلق باب الشرور في التوبة والاستغفار، ومن لم يؤدي تلك العبادة كان ظالما لنفسه. قال سبحانه: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الثاني التوبة سبب الفلاح. دوم توبه سبب فلاح و رستگاری است برای انسان، چون که الله میفرماید که و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. همگیتون به سوی الله عز و جل، الله همگیتون میگه به سوی الله توبه بکنید ای مؤمنان، ای جماعت مؤمنها، باشد که شما رستگار بشوید. الله امر میکند به همگی مؤمنها، زیرا توبه است سبب فلاح و رستگاری است. ابن قیم فرمودند که و یغلق باب الشرور بالتوبه والاستغفار. تمام بابهای شرارت و فساد و بدبختی بسته می شود به چی؟ به توبه و استغفار. تمام بابهای شرارت و بدی ها به توبه و استغفار بسته می شود. و من لم یؤدی تلک العبادة کان ظالما لنفسه. هر کسی که ادا نکند امی بجا نآورد امی عبادت را، این عبادت چی است؟ توبه. هر کسی که همین عبادت را، یعنی توبه را، همین عبادت که هست همین را اگر بجا نآورد، همین را ادا نکند، کان ظالما لنفسه. این نفر ظالم به چی می شود؟ ظالم به نفسش می شود. با نفسی گفته الله عز و جل که چون که الله سبحانه و تعالی میفرماید که و من لم یتب فاولئک هم الظالمون. اگر همین مؤمنان توبه نکردن، اگر همین مؤمن توبه نکردن، فاولئک هم الظالمون، پس همین خودش اینها چی هستن؟ اینها ظالم هستند. این در سوره چی است؟ و من لم یتب فاولئک هم الظالمون. سوره چی است؟ سوره حجرات. از همین بد اخلاقیایی که الله ذکر میکند، از جمله مسخره کردن، تمسخر کردن و دیگه ولا تنابزوا، عیب جویی کردن و ولا تلمزوا ولا تنابزوا و دیگر رو به لقب‌های زشت لقب پرانی کردن. اگر از اینا توبه نکردید، میگه الله، از اینا توبه نکردید، فاولئک هم الظالمون، اینا چی هستن؟ ظالم هستن. پس به طور خصوص از اینها و طور عموم انسان از توبه نکرد از جمله چی میشود؟ ظالمین قرار میگیرد. الثالثة من كرمه سبحانه أن هذه العبادة تؤدى في كل مكان وزمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. أن هذه العبادة تؤدى في كل مكان وزمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. رواه أبو داود. الثالثة سوم من كرمه سبحانه وتعالى أن هذه العبادة تؤدي في كل مكان وزمان. إن عبادات از كرم الله عز وجل است که همین عبادات تؤدي في كل مكان وزمان، در هر یک مکان، در هر یک زمانی که باشد این ادا می شود. این خاصی مکان و زمان نیست. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند همان الله عز و جل به تحقیق و به درستی که الله عز و جل یبسط یده، پهن میکند دستش را، باللیل، در وقت شب، لیتوب مسیء النهار، تا اینکه توبه بکند که اون کسی که در روز گناه کردگی است، در روز گناه کردگی است، الله عز و جل دستش را پهن میکرده است در شب که تا اینکه توبه بکند. و یبسط یده بالنهار، و همچنین الله پهن میکند و دراز میکند دستش را بالنهار، در وقت روز، لیتوب مسیء اللیل، تا اینکه توبه بکند اون کسی که در شب گناه و معصیت کرده است. در شب گناه و معصیت کرده است، الله در روز دستش را پهن میکرده است و میگفته است که و تا اینکه چی؟ انسانی که در شب گناه کرده است رجوع بکند، توبه بکند و سوی الله بر بگردد، حتی تطلع الشمس من مغربها، تا اینکه آفتاب از طرف مغرب طلوع نکند. همینطور الله عز و جل توبه کننده را چکار میکند؟ میپذیرد. یعنی تا روز قیامت، تا روز قیامت الله همینطور میکرده است. این از کرم الله عز و جل است، از رحمت الله عز و جل است
و الله دوست دارد که بندش بر بگردد، رجوع بکند از گناه و معصیتش، توبه بکند. و کان النبی صلی الله علیه و سلم یدعو فی المجلس الواحد 100 مره. رسول صلی الله علیه و سلم در یک مجلس 100 مرتبه چیکار میکردن؟ دعا میکردن. ربی اغفر لی و توب علی، ربی اغفر لی و توب علی. در یک مجلس پیامبر صلی الله علیه و سلم و دعا میکردن ربی اغفر لی و توب علی انک انت التواب الرحیم. همون الله عز وجل توبه پذیر و رحیم و مهربان است. بله. الرابعة يفرح الله عز وجل بتوبة العبد ورجوعه إليه. قال صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها. رواه مسلم. بله. الرابعة چهارم يفرح الله عز وجل بتوبة العبد ورجوعه إليه. الله عز وجل خوشحال می شود با توبه بندش و رجوع کردن بندش از گناه و معصیت. وقتی که برمیگردد الله خوشحال می شود. چنانکه پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که لله اشد فرحا بتوبه احدكم من احدكم بضالته اذا وجدها. الله عز وجل اینقدر خوشحال می شود، اینقدر سرور و خوشحالی برای الله عز وجل با توبه یکی از شما میاد که و این خوشحالیش اینقدر زیاد است و سخت است که حتی اون یکی از شما که وقتی که یک چیز گم میکنید، وقتی که پیدا میکنید، وقتی خوشحال میشوید، از اودم الله عز وجل چی میشود؟ خوشحال میشود. ضالته یعنی گم کردهش، اذا وجدها وقتی که او را پیداش میکند، از ایده الله عز وجل از شما چی میشود؟ خوشحالتر میشود. الخامسة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بتوبة التائب. قال كعب بن مالك رضي الله عنه: لما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. متفق عليه. الخامسة پنجم كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بتوبة التائب. و همچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم با توبه کننده خوشحال میشید. خوشحال میشد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با توبه کننده. قال كعب بن مالك رضی الله عنه. كعب بن مالك رضی الله عنه فرمود که لما سلمت على رسول الله صلی الله علیه و سلم وهو يبرق وجهه من السرور. زمانی که سلام دادم بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حالی که رسول اکرم چهره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از سرور و خوشحالی می‌درخشید. در حالی که چهره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از خوشحالی می‌درخشید. و کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا سر استنار وجهه. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عادتش همین بود که زمانی که اگر خوشحال میشید استنار وجهه، چهرهش میشید زیاد، چهرهش میشید نورانی میشید، حتی كأنه قطعه قمر. گویا که وقتی یک نفر میادش گویا که یک قطعه از ماهتاب است. اینقدر خوشحال و روشنایی در چهره پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ظاهر میشدن وقتی که یک نفر از توبهش، وقتی که چیکار میکرد؟ توبه میکرد و برمیگشت. و كنا نعرف، کعب بن مالک میفرماید که ما میگه ایرا میشناختیم ذلك منه، و ایرا میشناختیم. چون که کعب بن مالک مشهور است، یه ذکر میکند که خیر یوم فی عمر العبد یوم توبته. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك رضي الله عنه لما قبل الله توبته أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. متفق عليه. بله که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که بهترین روز در همه عمر بنده هیچ از روز توبهش است. چون که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با کعب بن مالک گفتند زمانی که توبهش الله عز وجل قبول کرده فرمود که ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتك امك. این بشارت بود و بهترین اون روزی که برای تو گذشته از آن روزی که مادرت را تولد کرده. این وقتی گفته که کعب بن مالک رضی الله عنه اون از جمله همون 3 نفری هست که تخلف کردن در جهاد، در جنگ تبوک نرفتن. اینا بر سبب های کعب بن مالک کسی مشهوری است که ذکر میکرد که من همونجا بودم. مشغول بودیم به زراعت دیگه، وقتی کشاورزی بود، وقتی گرمی بود، وقتی کشاورزی بود، تجارت بود. گفتم که میرم دیدم که صحابه ما رفتن. مسیری یک ماه راه بود. تقریبا الله عالم سال 8 هجری باشد. وقتی که رفتن دیگه تخلف کرد و همچنین اون 2 نفر دیگر هم همراه کعب بن مالک. دیگه کعب بن مالک خیلی پشیمان شد و خیلی ناراحت شد که چرا من نرفتم. چون که الله آیات نازل کرد و علی الثلاثه الذين خلفوا حتى ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم
وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. این قدر براشون سخت شد که حتی زمین به این وسعت و فراخیش براشون تنگ شد و تنگی بر نفسشون آمده. دیگر گمان کردن که دیگر هیچ جایگاهی دیگر جای رجوع برگشت دیگر نیست، ولیکن الله عز و جل توبه اونها را پذیرفت. و حتی وقتی که صحابه از رسول صلی الله علیه و آله صحابه وقتی که برگشتن، کعب بن مالک میگه که وقتی که من دیدم سختی و ناراحتی شدت براش همین میگه اومد که وقتی که میگه من نگاه کردم که در مدینه بجوز از منافقین و او کسانی که در حقیقت عذر شرعی داشتن از قبیلی که کور بودن و لنگ بودن و نمیتونستن که برون به جهاد و کسانی که در حقیقت هیچ سواری نداشتن که برون و حتی در آیه قرآن ذکر میشود که حتی به صورت گریه اومدن پیش رسول اکرم صلی الله علیه و آله که ما نداریم، گریه کنان اومدن که ما هیچ چیز نداریم که در این جهاد شریک بشیم برویم. این عذر داشتن دیگه، هیچ چیز نداشتن سواری. میگه کعب بن مالک من وقتی دیدم بجوز همین ضعیفا و کسانی که در حقیقت عذر شرعی داشتن همون دیگه منافقین دیگه کسی در مدینه موندگی نبودن. از این خاطر همین سختی براش اومد، خیلی دیگه ناراحت شدن این سه نفر. و حتی وقتی که رسول صلی الله علیه و آله با همراه صحابه برگشتن، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با همراه کعب بن مالک 50 روز گپ نزدن و حتی صحابه را گفتن که با همراه این نفر و این سه نفر گپ نزنید. و خیلی سخت است وقتی که پیامبر الله و صحابه و همراه این نفر گپ نزنن، خیلی سخت است. وقتی می اومدن نماز و باز میرفتن، هیچ کم روش حرف نمیزدن و نمیدونست که این تا کی دوام میکنه. در حقیقت سخت است برای یک مؤمن وقتی که پیامبر الله با او حرف نزدن، میترسن که یک آیتی در علیمون نازل بشود و تا روز قیامت اون دیگه مؤمنان رو بخونن و بر علیه ما باشد، مذمت ما باشد. از این میترسن. خیلی خیلی براش سخت شده، چون که الله عز و جل وصف میکند زمین برای اونها با این وسعت و بزرگیش زمین براشون تنگ شده و در حقیقت پشیمان شدگی بودن. این قدر پشیمانی براشون آمدگی بود که دیگه گفتن که دیگه هیچ جایی نیست، هیچ جایی برگشت دیگه نیست. و حتی وقتی که می اومد کعب بن مالک میگه وقتی که می اومد نماز، وقتی که میگه نماز میخوندم من نگاه میکردم، میگه وقتی که من روی من اون طرف بود، میگه روی من اگه طرف دیگر میبدن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مرا نگاه میکرد. وقتی که من روی طرف پیامبر میکردم اوش اون طرف میکرد. و اینجا بود که اون روزی که الله عز و جل این آیات نازل کرد و توبه اینها را الله عز و جل پذیرفت. بعد از چند روز، بعد از گذشتن 50 روز، این قدر خوشحالی برای کعب بن مالک آمد که هیچ روزی براش خیلی خوشحالی اومده نبود. و اینجاست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله براش گفت که ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک. بشارت به تو به بهترین اون روزی که از روزی که مادرت تولد کرده است و بهترین اون روز توبه است، این روز است که اون وقت پیامبر صلی الله علیه و آله دیگه همراهش حرف زد و خیلی خوشحال شد و دیگه الله امر کرد که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. ای کسانی که ایمان آورده هستید از الله عز و جل بترسید و با همراه صادقین باشید، دیگر با همراه کاذبین و دروغگوها نباشید. السابعة كان الصحابة رضي الله عنهم يهنئ بعضهم بعضا بالتوبة لأنها نعمة عظيمة. قال كعب رضي الله عنه وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها نعمة عظيمة. قال كعب رضي الله عنه وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتلقاني الناس فوجا يهني بالتوبة يقولون لتهلك توبة الله عليك. متفق عليه. بله. و همچنین اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تهنیه میگفتن بعضیشان بعضی دیگر را به توبه کردن. تهنیه میگفتن بعضیشان بعضی دیگر را به توبه کردن و زیرا به خاطر اینکه یک نعمت خیلی عظیم و بزرگ است، چون که کعب رضی الله عنه فرمود که و آذن رسول الله صلی الله علیه و آله الناس بتوبه الله علینا. و رسول صلی الله علیه و آله اعلان کرد برای مردم به توبه الله عز و جل که بر ما الله رجوع کرده بود. چون که آیه قرآن است که الله عز و جل رجوع کرد، یعنی توبه این سه نفر را قبول کرد حين صلى صلاة الفجر، هنگامی که نماز فجر رو خواندن. و انطلقت الى رسول الله صلی الله علیه و آله و من منطلق شدم و رفتم سوی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. فیتلقانی الناس فوجا یهننونی بالتوبه. پس مردم من را ملاقات میکردن گروه و من را تهنیه میگفتن. تهنیه میدونید مبارک بادی میگفتن که مبارک باشد که الله توبه شما را قبول کرده. پس یک توبه یک نعمت عظیم و بزرگ است در نزد صحابه. یقولون لتهنك توبه الله، میگفتن لتهنك توبه الله، یعنی مبارک باد
توبه الله برای تو، مبارک باد برای تو توبه الله عز وجل. بله. الثامنة قد يجد التائب بعد ترك المعصية حزنا على فراقها والسرور والفرح عقب توبة على قدر هذا الحزن، فكلما كان أقوى وأشد كانت الفرحة أقوى وأشد، وما أبها سرور الطاعة بعد ظلمة المعصية. قال ابن القيم رحمه الله: وها هنا دقيقة قل من يتفطن لها إلا فقيه في هذه الشأن، وهي أن كل تائب لا بد له في أول توبته من عصرة وضربته في قلبه من هم أو غم أو ضيق أو حزن، ولو لم يكن إلا تألمه بفراقه محبوبه فينضغط لذلك وينعصر قلبه ويضيق صدره. وذلك إنك قد يجب التائب بعد ترك المعصية حزنا على فراقها. بعضی وقتا توبه کننده بعد از ترک معصیتش غمگینی را به همین فراقی معصیت و گناهش شاید که بیابد. ولكن والسرور والفرح عقب التوبة على قدر هذا الحزن، ولكن سرور و خوشحالی بعد از توبه کردن بر قدر و اندازه همین حزن و غمگینی است. به این معنی که فكلما كان اقوى و اشد، هر وقتی که اگر توبه قوی و محکم باشد كانت الفرحة اقوى و اشد، همون اندازه خوشحالی و سرور چی میشود؟ قوی تر میشود. هر وقتی که اگر توبه قوی باشد، توبه کردن قوی باشد و محکم باشد، همون اندازه خوشحالی چی میشود؟ قوی و محکم میشود. و ما ابها سرور الطاعة بعد ظلمة المعصية، و چی نیکو هست سرور الطاعة، همین خوشحالی طاعت بعد ظلمة المعصية، بعد از تارکی معصیت و گناه. قال ابن القيم رحمه الله: وها هنا دقيقة قل من يتفطن لها إلا فقيه في هذا الشأن. و اینجا است میگه که یک نکته خیلی مهمی است که بسیار کم انسانایی هستند که ایرا متوجه میشون و ایرا میفهمند، مگر کسی ایرا میفهمد که او فقیه فی هذا الشأن، در این رابطه او چی باشد؟ فقیه باشد، درک داشته باشد که چقدر بعد از توبه انسان خوشحال میشود. یک کسی میفهمد که یک کسی درک میکند که در همین شأن باشد، این براش در حقیقت گناه و معصیت پیش میکرد و بعدا وقتی که توبه کرد قبلا در کفر و شرک بود، در گناه و معصیت و غوطیدگی بود، وقتی که توبه میکند، وقتی که اون حالتی بعد قبلش فکر میکند یک گمراهی آشکار واضح بود، یک بدبختی، یک بطلان معصیت و گناه و گمراهی بود، وقتی که میفهمد چقدر خوشحال میشود که الله عز و جل ببین برای قبلا در کفر و شرک بود الله عز و جل مشرف به چی کرد؟ به نعمت اسلام کرد. قبلا در گمراهی بود الله عز و جل هدایت کرد، نعمت هدایت. قبلا اینه که شراب بنوشیده، گناه و معصیت میکرد و نه یک دوست درست، نه یک رفیق خوبه. الان اینه که الله عز و جل برای اخوت و برادری، الله عز و جل برای برادری دینی الله نصیب کرده است. چقدر نعمت خیلی عظیم و بزرگ است. همش از یه چیز از نعمت‌های هدایت است و توبه است. وقتی که یک کسی در میکرد که اونمو گمراهی را، امو جهل یا که امو گمراهی را چشیدگی باشد، جهالت دیدگی باشد، بعد قدری را میفهمد. چون که کسانی که واقعا توبه میکنن و استغفار میکنن، وقتی که اونها را میبینی در مسجد قدر استغفار و دعا و گریه و این گریهشون از خوشحالی است. وقتی که از اونها سوال کرده میشد میگه که من چند روز پیش، چند ماه پیش یا چند سال پیش چقدر یک گمراهی بودم، نمیفهمیدم، معبودی باطل را عبادت میکردم یا اینکه در گناه و معصیت و غلطگی بودم، چقدر میگه که فرا و خوشحالی الحمدلله میگه که این روز توبه کردم، الحمدلله که گناه و معصیت کردم، به این گناه میرفتم پیش الله چی جواب میدادم؟ یک عمر میسوختم در جهنم، یک عمر برای این گناه ها من عذاب میکشیدم. چقدر چی میشود؟ خوشحالی براش میاد. سخن خیلی عظیمه ابن القیم رحمه الله. و هي ان كل تائب لابد له في اول توبته من عصرة وضغطة في قلبه من هم او غم او ضيق او حزن. بله، هر توبه کننده امکان نداره، میگه امکان نداره که هر توبه کننده در اول توبهش سختی و مشقت در قلبش هست، از غم، از اندوه و ضیق، تنگی قلب و حزن و ناراحتی و غمگینی حتما براش در ابتدا براش میآید، چون اون شیطان است و شیطان در اطرافش هست. چرا توبه کردی؟ همون رفیقات خوب بودن، همون جورات دوستات خیلی خوب بودن، میزدی عرق قطیشون یا اینکه قطیشون موسیقی گوش میکردی، که دروغ و بهتان میزدی یا که گپ شپ میکردی تا نصف 2 شب 1 شب، غمگینی برات میاد.
ولی که اگر تو صبر بکنی استقامت بکنی الله عزوجل برات بهترین از اون دوستایی که قبلا در جهالت دوستی بودن از اون بهترین دوستا برات نصیب میکنه. دوستای الله برات نصیب میکنه، رفیقایی که از پدر مادرت دیده برات تو چه غم خورتر هستن، مثل برادرت هستن، مثل برادر خونید با تو غم میخورن، در فکر تو هستن. الله عزوجل چیزی را که یک نفر به خاطر الله ترک بکند الله برای او بهترین عوض براش میدهد. چیزی به خاطر الله ترک بشود الله عزوجل برای او بهترین عوض براش میدهد. بله ابتدا براش سخت است، ولی که وقتی که این مدت میگذرد صبر میکند الله عزوجل بعدا میفهمد چقدر خوشحالی و سرور برای این نفر میاد. ولو لم يكن الا تألمه بفراق محبوبه فينضغط لذلك وينعصر قلبه ويضيق صدره. یکی وينعصر قلبه ويضيق صدره. بله در اینجا هست که برای همین محبوبش که قبلا و دوست می‌داشت گناه و معصیت میکرد ببینی که براش مشقت میآید، براش سختی میآید و قلبش تنگ میشود و ناراحت میشود. ولكن فاكثر الخلق رجعوا من التوبه ونكسوا على رؤوسهم لاجل هذه المحنه. و بیشتری مخلوقای الله عزوجل که رجوع کردن برگشتن ببینی که براشون چی میاد، یعنی این مشقت و این سختی را گذراندن و بعد از اون براشون چی اومدک؟ براشون خوشحالی اومدک، براشون سرور اومدک. بله والعارف الموفق و عارف موفق میگه کسی است که یعلم ان الفرحة والسرور واللذة الحاصلة عقب التوبة تكون على قدر هذه العصرة. اما عارف موفق کسی است که میدونه که همون فرحت و سرور و لذت حاصل شونده عقب توبه است، عقب توبه است که تكون بعد از توبه میآید تكون على قدر هذه العصرة، این به قدر و اندازه امین مشقت و همین سختی که گذراندگی است به قدر همون است. فكلما كانت اقوى و اشد، هر وقت که اگر قوی تر باشد و سخت تر باشد همین توبهش از همین سختی ها كانت الفرحة واللذة اكمل و اتم، همون اندازه همین خوشحالیش و لذتش کامل تر می شود و اتمام تر می شود. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.